124,000 تا پیامبر رو فرستاده داشتیم، ولی با اینکه حتی یکیشون هم فقیر نبود، یکیشون هم بی‌پول نبود، که همشون یا سرزمین داشتن یا قدرت داشتن یا نفوذ داشتن، بالاخره یه قدرتی داشت هر کدومشون، ولی به ما که رسید قناعت شد شیوه انبیا، فقیر بودن شد راه رسیدن به دروازه بهشت، بدبختی و غم شد راه سریع ارتباط با خدا. پیامبر اسلام همسر پولدارترین زن عرب بود. ایوب نبی کلی دام و گوسفند داشت. سلیمان نبی هم پادشاه جهان بود و غرق در ثروت. حضرت عیسی هم که کلی بین مردم نفوذ داشت. یوسف پیامبرم عزیز مصر بود. حضرت علی هم نخلستان و چاه آب داشت و اونقدر دارایی داشت که وقف مردم میکرد. حالا به ما که رسیده مال دنیا شده چرک کف دست. همه اولیای الهی صاحب نفوذ و پول بودن و به خاطر داشته هاشون بود که میتونستن بخشش کنن. پس امکان نداره که خدا نسخه برتر تو رو توی ضعفت ببینه. خدایی که من میپرستم نسخه برتر منو